سلام، این اولین ویدیو یوتیوب منه که بعد از ماه‌ها اهمال کاری، شاید هم سال‌ها اهمال کاری، توی روز سرد پاییزی گفتم شروع کنم دیگه. چاره چیه؟ یعنی تابستون گذشت، آفتاب گذشت، خوشگلی ها تموم شد، تازه من اومدم یه ویدیو بگیرم. خب و این نهایت تلاش من برای درست کردن یک ستاپ زیبا برای چشم‌های زیبای شما هست که ملاحظه می‌فرمایید. خب از اونجایی که کم سرما خوردم و که من تو دماغی و مخمخی حرف میزنم، پوزش مرا پذیرا باشید. خب تو این ویدیو در مورد چی میخوام صحبت کنم؟ راستش خودم هم نمیدونم، یعنی میدونم ولی اون موقع که میخواستم اولین ویدیو رو بگیرم یا تو فکرم یه ویدیو اومد، این بود که در مورد ADHD حرف بزنم. میدونم الان خیلی به نظر شاید ترند باشه و بگی آره دیگه همه در موردش دارن ویدیو میسازن، ولی خب من میخواستم در مورد مهاجرت و ADHD صحبت کنم. این که اصلا یه جوری هن که اصلا شاید خیلی هایی که ADHD داشته باشن اصلا به فکر مهاجرت وقتی میافتن بترسن، بگن که خب من که نمیتونم و این حرفا. خب به عنوان کسی که ADHD داره و مهاجرت کرده، شدنش که میشه، نمیگم واسه همه ولی خب میشه، ولی واقعا نگه داشتنش مصیبته، خیلی سخته. ببین شاید اصلا بگی که نه، تو اگه ADHD داری چجوری اصلا مهاجرت کردی؟ اصلا چطوری تونستی تداوم داشته باشی که مثلا بشینی اول از همه اون زبان رو بخونی، زبان انگلیسی رو بخونی؟ تو اگه ADHD داری چجوری تمرکز داشتی تونستی بشینی و زبان بخونی؟ خب ببین اصلا نمیتونی اینطوری همه ADHD ها رو توی یه قالب بریزی، همه یک شکل و یک جور و توی یه چیز مشکل دارن. نه اینجوری نیست. اندازه موهای سرمون، اندازه آدمای روی زمین و کسایی که ADHD دارن، هر کس با اون یکی فرق میکنه. و حتی تو ADHD هم با که یه چیزای مشترکه، ولی خب خیلی چیزا متفاوته. ببین مثلا در مورد زبان، من از خودم بگم، زبان برای من چیزی بود که از بچگی که موقعی که ابتدایی بودم کلاس زبان میرفتم، یه جورایی خیلی خوشم اومد از زبان. مثلا من اون موقع مامانم برادرمو فرستاده بود کلاس زبان کانون. خب اون موقع مثلا چه میدونم 15 سال پیش کلاسای کانون تو ایران، فکر کنم تو کل ایران، خیلی لول بالا بودن و خیلی سختگیر بودن و یه فیلترهای خیلی خاصی و باید رد میشدی که حتما چه میدونم یه عالم هم ثبت نامه‌های طولانی و صفای طولانی داشتن که بتونی بری کانون زبان ایران ثبت نام کنی و خیلی مقرراتی و سختگیر و فلان و بیسار بودن. ولی مامان من خدا رو شکر اون موقع از اون حالا روحیاتی که من داشتم دید نه، من به درد کانون زبان ایران نمیخورم. پس اونجا باعث شد که حداقل من از زبان بدم نیاد. من فرستاد یک کلاس زبان خیلی خیلی معمولی که اصلا سختگیر نبودن، خیلی هم فام بودن و اون باعث شد اصلا من یه جورایی به زبان علاقه‌مند بشم. یعنی من خیلی خوشم اومد، اصلا هم سختگیر نبودم، معلمای خیلی کولی هم داشتیم، خدا رو شکر معلمای بد اخلاق هم نداشتیم. البته یه ترم معلممون خیلی بد اخلاق بود ولی بقیه ترما خیلی معلم خوبی داشتیم. پس این باعث شد همون بچگی از زبان خوشم بیاد. یعنی اون جرق اولیه باعث شد که من از این زبان انگلیسی خوشم بیاد. بعد تور مدرسه‌ام که کلا نمره زبانم همیشه خوب بود، تو کنکورم که درصد خوبی زدم، همیشه با زبان حالم خوب بود و چون هی توش تشویق شدم و همیشه جلوتر بودم یه پله، همیشه علاقم حفظ شد بهش. پس وقتی که اومدم برای مهاجرت بخوام، چه بادی هم میاد پس وقتی برای مهاجرت خواستم از زبان خوندن شروع کنم، خیلی مشکل عجیبی نداشتم چون واقعا دوست داشتم زبانو. پس تونستم بشینم و زبان بخونم. اما برای آیلتس شما نیاز به 4 مهارت داری: listening, speaking, writing و reading. برای من سخت‌ترین مهارتش خب برای خیلی‌ها مهارت رایتینگ بود و من از این رایتینگ خیلی بدم میومد. و دوباره این چیزی بود که به عنوان یه ADHD که از هر چی بدت میاد اصلا سراغش نمیری، من اصلا رایتینگم رو تمرین نمی‌کردم، خیلی کم. یعنی من شاید اگه الان دارم اینا رو لو میدم، شاید من 5 تا دونه رایتینگ قبل امتحان آیلتس هم ننوشته بودم. یعنی درست حسابی بشینم بنویسم، زمان بگیرم، یه چیز کامل، تسک کامل بنویسم رایتینگ، این کار انجام نداده بودم. چرا؟ خیلی ساده است، چون خیلی بدم میومد ازش. یعنی از رایتینگ حال نمی‌کردم.
پس یعنی با اینکه از زبان خوشم میومد ولی باز رفتم تو تسک های ریزش که ریزتر شد، باز گیر افتادم. یعنی این تله اهمال کاری و وسواس و خوشم نمیاد و نمیدونم دوپامین نمیده، باز گیر این افتادم. یعنی ADHD باز اونجا مچمو گرفت. خب پس اولین چیزی که در مورد مهاجرت ما میخوایم که زبان خوندنه، واسه من تو این مورد حداقل برای خوندنش مشکل نبود، با اینکه با رایتینگ مشکل داشتم، ولی خب پس کردیم، تموم شد، رفت پی کارش. ولی خب کلا برای ADHD ها نگه داشتن استمرار توی کاری خیلی سخته. یعنی ببین مخصوصا اگه تو از یه کاری خوشت نیاد اصلا نمیتونی شروعش کنی. یعنی اگه به زورم بشینی شروع کنی باز وسط راه در میری. پس اونی که واقعا نمیتونه زبانو شروع کنه و ADHD من واقعا درکش میکنم. ببین تو نمیتونی شروع کنی و بقیه اصلا نمیفهمن. حالا زبان یه مثالشه، 1000 تا مثال دیگه. مثلا تو میخوای چه میدونم یه مهارتی رو یاد بگیری، یه چه میدونم درسی رو شروع کنی، یه چه میدونم سازی رو شروع کنی، واقعا شروع کردنش مصیبته و وقتی نمیتونی شروع کنی واقعا نمیتونی و بقیه اصلا اینو نمیفهمن. ببین بقیه اینجوری هن که خب یعنی چی؟ چرا نمیتونی شروع کنی؟ خب شروع کن. دقیقا یه ویدیویی بود نشون میداد که کسی که افسردگی داره و بهش میگین که خب ناراحت نباش، افسردگی نباش، انگار که یه نفر پاش شکسته، 2 تا پاش شکسته و بهش میگه خب پاشو راه برو، خب پاشو بدو، چرا نمیتونی بابا پاشو دیگه، خب پاشو، خب نمیتونه. ببین واقعا نتونستن، نمیدونم اصلا این واژه نتونستن برای آدما اصلا جا نیافتاده. نمیدونم چرا نمیتونن بپذیرنش، چرا نمیتونن لمسش کنن، چرا نمیتونن بفهمنش. ببین نتونستن یعنی چی؟ دقیقا همین مثاله، همین که مثلا 2 تا پات شکسته نمیتونی راه بری، در مورد ADHD هم صدق میکنه. بابا طرف 2 تا پاش شکسته نمیتونه راه بره و بقیه اصلا نمیفهمن نمیتونه یعنی چی. بابا نمیتونه یعنی نمیتونه، یکی رفت تونست، یکی رفت نتونست و اصلا براشون قابل فهم نیست. و این یکی از آزاردهنده ترین چیزایی که یعنی یه ADHD میتونه تجربه کنه تو زندگیش در مقابل مثلا خانوادهش. یعنی خانواده یا بقیه یا اطرافیان درک نمیکنن که نتونستن یعنی چی و فکر میکنن هر کی بخواد میتونه. نه نمیتونه. وقتی ADHD ها نمیتونن یه کاری رو شروع کنن واقعا نمیشه. کاش اینو بقیه بفهمن. ببین براشون توضیح میدی یه لحظه میگی میفهمن ولی این کارو دوباره فراموش میکنن. حتی واسه خود منم بعضی وقتا فراموش میکنم که یعنی چی نمیتونی. خب بقیه چطوری میتونن؟ میری تو اون لوپ مقایسه که وای بقیه میتونن من نتونستم، چرا نمیتونم؟ مگه تونستن چیه؟ بابا یه تونستن همون پاییه که شکسته و نمیتونی بدویی. ولی این متاسفانه یه تونستن یه توانایی نامرئیه تو مغزت، یعنی چیز انتزاعیه که بقیه نمیتونن ببیننش. وقتی تو یه دست نداری بقیه میبینن که خب تو یه دست نداری، وقتی پا نداری بقیه خب میبینن تو پا نداری، ولی وقتی تونستن رو نداری بقیه نمیتونن ببینن و براشون اصلا باورپذیر نیست، قابل پذیرش نیست. یعنی چی نمیتونی؟ و دنیای ما یه جوری الان جلو رفته که همش در مورد تونستن و انگیزه و اراده و یا بعضی وقتا میگن اصلا اراده یعنی چی؟ ما انگیزه نداریم، اراده نداریم. شروع کن و برو جلو، منتظر انگیزه نباش. داداش اصلا نمیتونه شروع کنه، اصلا منتظر انگیزه هم نیست. تو اصلا 1 کیلو 1 کامیون انگیزه هم براش بیاری باز نمیتونه شروع کنه. اون قسمت، اون دستی که مربوط به تونستنه، اون دست نامرئیه که فکر کن یک دست دیگه هم داریم اسمش تونستنه، ما اونو نداریم. اصلا مادرزادی رشد نکرده اون دسته. ما نمیتونیم. وقتی توی کاری نمیتونیم انجامش بدیم واقعا نمیتونیم. یعنی من اگه این یه دونه رو بتونم به دنیا، به بقیه دنیا نه، به آدما بفهمونم که عزیزای من، ای عزیزای دلم، وقتی نمیتونی خیلی تکرارش کردم. میدونم یکی از ویژگی‌های ADHD است. اصلا یکی از ویژگی‌های من اینه که خیلی یه چیزی رو تکرار میکنم و حتما بهم دوپامین میده دیگه، نمیدونم، یا اضطرابمو کنترل میکنه. به هر حال ولی واقعا اگه بقیه بفهمن که بابا یه چیزی داریم
به اسم تونستن هر چیزی، اصلا نمیخوام علمیش کنم یا برم سرچ کنم ببینم اون چه نوروترانسمیتریه، اون چه هورمونیه، دوپامینه، چیه که میتونه اینو انجام بده. نه اینا رو نمیخوام. تو فکر کن تو مغزت یه چیزی هست، یه تیکه از مغزت مربوط به خواستن و تونستنه و تو به عنوان یه ADHD اون تیکه از مغز رو فکر کن نداری، یعنی نمیتونی یه کاری رو انجام بدی و بقیه چون نمیبینن تو اون یه تیکه تو مغز اون یه تیکه رو نداری، قابلیت توانستن رو نداری، چون نمیبینن نمیفهمن و خودت هم بعضی وقتا با خودت میگی که آخه من چرا نمیتونم این کار رو شروع کنم، چرا من نمیتونم این کار رو جلو ببرم، من چمه. ولی اگه یکی بیاد اینو بهت بگه بابا ما اون قابلیت رو نداریم، یا بعد ما اون قابلیت رو نداریم، ما نمیتونیم یه کارایی رو انجام بدیم، نمیتونیم شروع کنیم، نمیتونیم از یه کاری که ازش شکست خوردیم یا یه کاری که بدمون میاد اونو شروع کنیم، یعنی نمیتونیم شروعش کنیم، نمیتونیم ادامش بدیم، خودمونم باید به این باور برسیم که آقا نمیشه دیگه، نمیشه. حالا ببین بعد مثلا یه مثالی واسه خودت میاری از توانستن هات، خود خانوادم همینه، یه مثالی بردار، یادته مثلا فلان موقع مثلا 2 امتحان رو توی روز دادی، یادت فقط مثلا 2 ساعت مونده بود به امتحان کل کتابو خوندی، از همون چی میگن هایپر فوکوس های خطرناک ADHD که برات رخ داده، میدونم برای هممون رخ داده و خانواده میاد و دور و بریات اینو یادآورت میشه، یادت تو یه روز 2 امتحان دادی، یادت اون امتحان سخته رو فقط 2 ساعت خوندی، من شدم مثلا 15 تا شدی 18، بعد تو میگی ببین آره یادمه، ولی اون ربطی به تونستن نداره. تونستن یه چیز بلند استمرار داره، یعنی یه چیز مستمره. این که تو یه لحظه، تو یه ساعت، تو یه روز یه چیزی رو جمع کردی، این نشون نمیده که تو میتونی. این همون هایپر فوکوس ADHD یا هر چی اسمشو میذاری که تکانشی عمل میکنی، یه دفعه یه کارو میتونی انجام بدی، یا مثلا میبینی خودت تو خطر میبینی وقت نیست و انجامش میدی. ولی برای خیلی از کارا تو زندگی اینجوری نیست که تو بخوای یه روز جمعش کنی. مثلا کنکور اینجوری نیستش که تو بخوای یه شب جمعش کنی یا یه هفته مونده کنکور رو جمع کنی. این چندین تا درسه، کنکور چندین تا درسه، چه میدونم ریاضی، فیزیک، شیمی، ادبیات، تو نمیتونی اینا رو یه روز جمع کنی. کار یه روز نیست، کار 2 روز نیست، کار یه هفته، کار یه ماه هم نیست. پس نیاز به استمرار داری، یعنی تو باید 1 سال قبل شروع کنی حداقل که بتونی بهش برسی. پس تو کارهایی که خیلی طولانیان اصلا نمیتونیم جلو بریم. زبان هم همینه. ببین تو اگه اصلا کلا خاطره بدی از زبان داشته باشی اصلا نمیتونی شروع کنی جلو نمیری، بدت میاد از یادگیری، چون 2-3 بار چه میدونم زده شدی، تو مدرسه نمره‌های کم گرفتی، اصلا باهاش ارتباط برقرار نکردی، نمیتونی زبانو شروع کنی، نمیتونی، اگه شروع کردی نمیتونی ادامش بدی و این خیلی سخته. کل حرفم تو این ویدیو این بود که ADHD خیلی چالش دارن واقعا. ببین دوست ندارم اسم بذارم روی چیزی و بگم که آره اینه و مشکلمون اینه و فوکوس کنیم رو مشکلمون و بگیم که آره ما بدبختیم، ما بیچاره ایم، ولی یه چیزی هم باید قبول کنیم دیگه. باید ببین بابا ما یه سری توانایی ها رو نداریم، خودمون حداقل قبول کنیم که ما اون بخش توانستن رو در مغزمون نداریم، حداقل در رابطه با خیلی از چیزها. اون چیزای لحظه‌ای و گذرا و یه روز 2 روزه، اون امتحانایی که پاس شدی و خیلی ماجیک وار، خیلی به چی میگن خیلی جادویی جلو رفتی، اون رو بذار کنار. تو کارهای بلند مدت چی تونستی بری جلو؟ حالا مثال نقضش هستا. ببین مثلا اون ADHD که اون کسی که با اینکه تمام این ویژگی‌های ADHD رو داره یه نفر، ولی تونسته توی کاری بره جلو و موفق باشه. چرا؟ چون اون یه علاقه رو پیدا کرده از بچگی و از اون علاقه خوشش اومده و تو اون علاقه تونسته استمرار داشته باشه. ببین توانسته تو اون علاقه استمرار داشته باشه، تو اون جلو رفته، پیشرفت کرده، پول در آورده و موفق شده. بعد حالا در مورد این واژه موفقیت، واقعا یکی از واژه‌های خیلی مورمور کننده است. من خیلی بدم میاد از این کلمه موفقیت. اصلا موفقیت یعنی چی؟
شاید خیلی بگن که آره موفقیت تعریفیه که خودت از خودت میتونی داشته باشی. موفقیت نه. ببین تو اگه بری مقاله هایی هم که مثلا اومدن موفقیت رو تعریف کردن، تو مثلا وقتی میخوای یه چیز علمی بنویسی یا یه مقاله بنویسی باید یه سری کلمه ها تعریف کنی. تو خیلی از مقاله ها تعریف موفقیت رو با چی سنجیدن؟ با معیاری به نام پول. پس موفقیت تو دنیای امروزی خیلی مساویه با پوله. مثلا اون آزمایش چیز بود که یه عده بچه مارشمالو یا حالا اون شیرینی رو میذارن، بعضی میگن که مثلا صبر کن تا ما بیایم بعد بخور. بعضی بچه‌ها صبر نمی‌کنن میخورن، بعضیا ولی صبر می‌کنن واسه اون حالا کسی که آزمایشگری که قراره بیاد. بعد میان مثلا چه می‌دونم 30 سال بعد 20 سال بعد این بچه‌ها رو دوباره بررسی می‌کنن، می‌بینن اونایی که تونستن جلوی خودشون رو بخورن و بگیرن و اون مارشمالو رو نخورن موفق‌تر بودن. حالا موفق‌تر یعنی چی؟ یعنی درآمد بالاتری داشتن نسبت به اونایی که نتونستن جلوی خودشون رو بگیرن و اون مارشمالو رو خوردن. و موفقیت یعنی چی؟ یعنی پول بیشتر. پس اگه ADHD داری، یه علاقه ای داری، یه علاقه رو پیدا کردی و تو اون علاقه تونستی چون دوستش داری و بهت هی دوپامین میده تونستی استمرار داشته باشی و الان داری از اون علاقه پول در میاری، خیلی خوش به حالت. جات خوبه، همونجا بمون، تکونم نخور، تو همون پیشرفت کن. اصلا از این شاخه به اون شاخه نپر. بلند پیدا کردن علاقم خیلی سخته. شاید خیلی پیدا کرده، نمیتونیم بگه هر کی ADHD علاقه‌شو پیدا نکرده یا هر کی ADHD موفق نشده. از کلمه موفقیت خیلی بدم میاد، ولی خب اینطوری نمیتونیم بگیم، چون خیلی از آدم‌ها هستن که ADHD دارن، خیلی ها هستن مثلا دارن تو ناسا کار میکنه، تو جاهای خیلی بزرگ کار میکنه و اگه بره پیش یه روانپزشک یا اصلا رفته تشخیص ADHD هم گرفته، شاید اصلا دارو هم مصرف میکنه در مواقع نیاز، ولی داره جاهای خیلی گنده‌ای کار میکنه. پس نمیتونه هر کی ADHD داره نمیتونه مهاجرت کنه. اگر تویی که مثلا منی که مهاجرت کردم پس ADHD ندارم، ربطی نداره. امکان مهاجرتت وجود داره. چون علاوه بر ADHD بودن، ببین هزار تا چیز دیگه هم، فاکتور دیگه هم داریم. مثلا هوش. ببین یکی شاید ADHD داشته باشه ولی اینقدر باهوشه، اینقدر هوش بالایی داره، میتونه مثلا تو همه چی سریعتر بره جلو. خب فاکتور هوش خیلی مهمه. فاکتور علاقه‌ای که زود پیدا شده تو بچگی، حالا بر حسب تصادف یا بر حسب هر چی، خیلی مهمه واسه ADHD. یعنی آدمایی که ADHD دارن خب همه این هم نیستن، بعضیشون خیلی باهوش‌ترن، پس میتونن تو زندگیشون یه موفقیت هایی هم دست پیدا کنن. اینجوری نیست که بگیم ADHD داره نمیتونه موفق بشه، ADHD داره نمیتونه مهاجرت کنه، ADHD داره نمیتونه زبان بخونه، ADHD داره نمیتونه آیلتس بده، ریز و ریزتر بشی. میشه، چون آدما همشون با هم فرق میکنن، هوشا فرق میکنه، اون محیطی که زندگی میکنن فرق میکنه، هزاران عوامل دیگه وجود داره. برای جنبندی اولین ویدیو یکم قرض زدم در مورد ADHD و اینکه ربطش به مهاجرت چیه که هیچ ربطی نداره. میتونی ADHD باشی به مهاجرت کنی، مثل من که مثلا به زبان علاقه داشتم، تونستم حداقل قبل از مهاجرت مهمترین فاکتور زبانه دیگه، آیلتس و اینجور چیزاست که حداقل تونستم اون رو بگذرونم. بماند که مشکلات بعدی مهاجرت کمر یک ADHD رو میتونه خم کنه، ولی خب ADHD داشتن مساوی به هیچ جایی نرسیدن نیست، چون همه چیمون با هم فرق میکنه. ولی ADHD داشتن خیلی سخته و مساوی خیلی از نتوانستن هاست، خواستن هایی که منجر به تونستن نشدن. و خب این خیلی تلخه، خیلی سخته. نمیدونم ویدیوی بعدیم در مورد چه موضوعی باشه. اگر این ویدیو یکم پراکنده بود مرا ببخشید، اولین ویدیوم بود. اگه دوست داشتین به هم بگین، نظری داشتین، احساس همدردی کردین، یا اگه اصلا فهمیدین من چی گفتم، چون بعضی وقتا من اینقدر صحبت میکنم بعد آخرش اینجوری هم که من چی گفتم از اول تا آخر اینقدر جست و گریخته حرف زدم، مثلا طرف متوجه صحبتام شد یا نه کلا. که اگه متوجه نشدین بگی آقا مثلا نفهمید تو چی میگی اصلا یا نه من. و هیچی دیگه، به عنوان اولین ویدیو نظر بدین ببینیم چجوری باید پیش بریم و اگه موضوع خاصی به ذهنتون میرسه صحبت کنیم. همین دیگه، فعلا بای بای.